بذار رک بگم از همه ترسیدم، از آشنا و غریبه بد دیدم. نمیخوام اصلا بهم خوش بگذره، خونه و تنهایی چسبیدم. تو فهمید یکی عزیزه واسم، همونو گرفت ازم دقیقا، همونو گرفتش و سری رد و برق زد. من پریدم بره از یادم، کیو از دست دادم. من پریدم نبینم نبودی، چجوری فصلا رفت، چجوری سرما زد لب پرت کن من. تو برمیگردی ولی این دفعه من دیگه بودن خودم و شک دارم. من دیگه بودن خودم و شک دارم. اسمش کانتاره، تو ارتفاعات شهر اسکلس 2024 قرن 9. ببین اینجا بعد از حمله اعراب ساخته شده خب، ولی اینجا یه زندان بوده. بعد اینجا یه افسانه هستش که میگن 101 اتاق داره. خب 101 اگه 101 کمیشو پیدا کنی دروازه بهش ورود باز میشه. باورت میشه؟ به خدا یکی اتاق الان چند تا اتاقشو پیدا کردیم؟ 100 تاشو پیدا کردیم. بریم تو اینجا زندان حتما میتونه باشه. اینجا هم زندان بوده. نمیتونه. بعد میگن روح و جن و اینجور چیزا داره کلا. با یه نگاهی بندازش. جن داره؟ میگن داره. خب دیگه ببین چون تو ارتفاعات ساخته شده. بیا بغلم. به خاطر اینکه مثلا قبرس وسط بود دریاش، بعد دزدای دریا خیلی رفتار میکردن تو اون دوره دیگه، بعد دعواشون میشد میذارن همدیگه رو سوراخ میکردن و میرن گنجا میرن همه ته دریا. آها یعنی تو دریا گنجا هم دریا هم تو قلعه‌ای که الان داریم مثل اینجا که داریم میبینیم. پیدا نکرده؟ چرا الان تو پیدا کنی میگی به من؟ آره میگم. دقت کردی ما کالیفرنیا داریم ولی کالیفرنیا نداریم. یا کالیفرنیا. این چی بود علامه؟ کالیفرنیا دیگه واسه شریفینیا کالیفرنیا. وقتی موزیک مینویسی خب به چی فکر میکنی؟ خیلی چیزا. چطور بگم؟ تخصصیه دیگه مرجو میدونی. ببین بستگی داره. ببین خودش میاد. اصلا من کار خاصی نمیکنم. یعنی به یه موضوعی فکر میکنی بعدش مثلا؟ نه اصلا من به هیچی فکر نمیکنم. خودش میاد. اینجوری نیستش که من هر موقع اراده کنم بتونم شعر بنویسم. مثلا وسطش نمیدونم پارتی ام یه چیزی میاد داره انگار میگه تو مغزم اینا رو بنویس، بعد اونا رو من که مینویسم بعد یه قشنگ میشه. ببین از هر 10 تا کاری که مینویسم یکیش خوب میشه. نزدیک به یه سال فکر میکنم کار نکردی دیگه. 1 سال خورده. 1 سال خورده. چی گذشت بهت؟ چه حسی داشتی این که از دنیای موزیک؟ اولا که بیشتر فهمیدم قدر کارمو، یه خوبی که واسم داشت، چون که قبلا خب برام دیگه شده بود مثل همیشه هست و آره دیگه. آره مثلا اینجوری نبودم که اینجوری آتششو داشته باشم. الان دارم. خودم وقتی یه چیزی هم داره قدر نمیدونی. وقتی یهویی نمیفهمی کجایی. از یه طرف توی این 1 سال و نیم کمک کرد بهم خیلی صبور شم. همه چیزو سریع می‌خواستم به دست بیارم و نمیشد. پس هر چیزی یه اتفاقی که تو زندگی آدمه کمک میکنه که یه چیزی تو آدم درست تو هر بدی خوبی تو هر خوبی بدی هست دیگه. تو کدوم یکی از آهنگات فکر می‌کنی تونستی خودتو بیشتر به مردم بشناسونی و تو بشناسن با اون آهنگ؟ فکر می‌کنی کدومش بیشتر خودتی؟ هیچ کدوم. واقعی بگم دیگه. آره دیگه. آخه ببین من اصلا آهنگایی که می‌نویسم یه واقعیتیه. 2 هفته بعد دیگه باشون حال نمی‌کنم. جوری هم که اصلا خوشم نمیاد، احساس میکنم که اصلا این من نیستم، چون خودم هی دارم عوض میشم. اصلا من خودمو نمیشناسم هنوز که بتونم مردم بشناسن با آهنگ. آهنگا رو بر اساس یه احساساتی مینویسم دیگه. من نیستم که آهنگ داشته باشی که مثلا خودت به مردم نشون بدی. خودم کیم؟ مثلا جواد خودم همه. مثلا چطوری مبارزه میکنی تو زندگی؟ با همه چی کنار میای، میری جلو، میسازی؟ ثبات شخصیتی اونجوری ندارم که بتونم ازش مثلا شعر بنویسم، چون مثلا هی کاراکترم تغییر میکنه. مثلا اخلاقم الان تو خودت من سری پیش منو دیده بودی تا الان همه تغییر میکنن. همه دیگه. مثلا بیام به خودم انگ بچسبونم من فلانم.
حالا توی یه سال که بیکار بودی خب بیکارم حالا نه همین میخوام بگم دیگه، از این دوره دور شده بودی حتما واسه موزیکت و آلبوم جدید اینا یه کاری کردی. خیلی کار ساختم، اصلا بیشتر از حالت قبلم کار ساختم. کی میاد بیرون؟ داستان چیه؟ ببین قرار بود بیاد 1-2 ماه پیش ولی متاسفانه میدونی داستان اینه که من خودم خیلی دوست دارم ولی یه سری چیزا از کنترل تو خارجه. تو مثلا من میتونم موزیکمو خودم بنویسم، پروداکشنشو مثلا اوکی کنم، انجام بدم، ساختش فلان، ولی یه سری داستانا هستش که دیگه یه کس دیگه ای باید کارتو و اونم هر موقع که میخواد بکنه دیگه. قدرتشو نداری که بتونی کسی رو مجبور کنی. ندارم قدرتشو. من چقدر میتونم بجنگم با آدما. ولی منتظر آلبوم جدیدت باشیم دیگه. آره آلبوم این طولانی ترین آلبومیه که تا به حال کار که اصلا تا الان که یه دونه بیشتر آلبوم نداشتم که EP بود، کلا 6 تا ترک داشت، ولی این آلبومم احتمال زیاد 9 تا ترک داره. دوست داری اولین کنسرت کجا باشه؟ کدوم کشور؟ کانادا، ونکوور. عالی. برم همونو دیگه. نه. من اصلا اولین کنسرتم لوکیشنش برام خیلی شاید مهم نباشه، حالا اینکه گفتم دوست دارم کانادا همینجوری میگم چون کانادا رو دوست دارم برم ببینم. ولی من اولین چون کنسرت تنها چیزیه که من اصلا بهش دید بیزینسی ندارم. اصلا دل خودت مثلا تا الان خیلی به من پیشنهاد کنسرت مثلا برنامه‌گذارا دادن با قیمت‌های مختلف، مثلا عدد اومدن بردن بالا و من گفتم من احساس می‌کنم آماده نیستم. حالا به من ربطی نداره که یکی مثلا تو خودش دیده، من تو خودم الان نمی‌بینم. من احساس می‌کنم که خیلی نیاز به تمرین داره، خیلی تو باید واقعا مردم بخوانت. میدونی چی میگم؟ من به اون درجه که برسم کنسرت میذارم. اینکه مثلا برم مثلا همینجوری کنسرت بذارم و توی کنسرت هم مثلا حس کنم که آدما به خاطر من نیومدن، حس خوبی خیلی بده برام. آره دوست ندارم. مردم تا حالا کسی بوده که بخواد مثلا خیلی ناراحتت کنه یا خیلی خوشحالت کنه مثلا با یه پیام با یه مسیج؟ آره خیلی پیش میاد اتفاقا. حالا الان کمتر ولی من کلا آدم تاثیرپذیریم. از بیرون تأثیر میگیرم، کاملا تأثیر میگیرم و تو تصمیماتم تأثیر میذاره مثلا حرفای آدما. چون که خب گیتار بزنم واقعا کلا تأثیر میگیرم دیگه. ولی خوب نیستا، باید بشنوی و بگذاری. فکر کنم بخونی؟ دارم این ملودی میزنم. دینگ یکی از موزیکای جدیدی میخوای برام بخونی؟ موزیک جدید کدوم؟ وای بذار یه شبی واسط بگم. یه شب از همین شبا من خیلی حال بدی داشتم و اصلا احساس میکردم که دیگه زورم نمیرسه. بعد دقیقاً به خاطر این بودش که یه سری اتفاقای وقتا میگم تو زندگیت میفته که تو نمیتونی درستش کنی، بعد وایسی که زمان درستش کنه یا حالا تو نمیتونی کاری کنی. عملاً به اون نقطه رسیدم بمونی منتظر که بگذره. یه وقتی تو زندگی همه ما پیش که نمیگذره، اصلا انقدر دیر میگذره واسه تو، انقدر زمان نمیگذره. یه روز من همینجوری که دلم خیلی گرفته بود، میگم شعرهای من اینجوریه که میاد، یه خودش میاد، اینجوری نیستش که من به زور برم. نسبت مثلا به حالته دیگه، نسبت به حالم نیست، انگار مثلا یه چیزیه که درونمه داره مینویسه، انگار من نیستم. نمیتونم بگم منم مطلق، اون یه چیزیه که درونم داره، اصلا هر موقع هم که حال کنه میاد، اصلا هیچ تایمی نداره. بعد دقیقاً همون شب من یه موزیک نوشتم که اصلا سبک موزیکای جدید نیست، سبک موزیکش خیلی قدیمیه، مثلا شبیه موزیکای مثلا سیاوش قمیشی و اون استایل. بعد آره خیلی جالب بود. بعد الان متنشو میارم، میخواستم اینو از رو بخونم. بخون برام. ببین خیلی غمگینه دیگه اصلا. یه ذره ناکوکه ولی اوکی. دل هیچکی مثل من غم نداره،
آسمون بی کسیم ته نداره که ای دلم از آدم و خسته میشه در قلبم که دیگه بسته میشه تو که چشمات دیگه سویی نداره طاقت دیدن دوری نداره تو که هم غصه و هم دم نداری بگو پس که تو میخوای کم بیاری این نصیحت باشه از من پیش تو این جماعت نمیدن عشقی به تو تو چقدر حوصله داری عزیزم هر دم از عشق گله داری عزیزم دل هیچکی مثل من غم نداره آسمون بی کسیم ته نداره که ای دلم از آدم و خسته میشه در قلبم که دیگه بسته میشه این چه غمگینه. آره این خیلی غمگینه خیلی غمگینه. قشنگ آدم به نظرم غمگین ترین موزیک هم بود. آره دیگه اینجوریه که خودش مثلا میاد تو وجودم و چقدر سورپرایزهای مختلف داریم. نامرد تایا ویژن توشه هماهنگ میکردید بچه‌ها یه سری چیزا رو با من هماهنگ میکردید تو رو خدا. نامه وای انقدر اونجا منو ترسوندید چیزا هر چیزی رو میخوام وا کنم یه چیزی دارم یا اول در اون حد هم نیستیم دیگه ما. سارن عزیز چالش شما درست کردن غذای محلی میرزا قاسمی است. به به آشپز درجه یکم من. مواد لازم بادمجان 6 عدد متوسط خود بلدی دیگه موادش با خودم بلدم به من طرز تهیه داره. چالش آخه این اصلا انقدر آسونه که واقعا. بسم الله الرحمن الرحیم. دستکش هم داریم؟ بله. آفرین دستکش مهم. خب ببین اینا رو میذاریم روی آتیش. با چه آتشی؟ خستگی هم بود در رفت. ببین همه چی ها گوجه و همه گوجه رو میخوای؟ نه اوکی بیا. میدونی اصلش توی خود گیلان اصلش گوجه نداره فقط بادمجونه. اصلش چوب داره دیگه. آره دیگه حالا دیگه یه طرفش هم خب نصف سیرمون رو ما از دست دادیم. با بقیه آقا یه چیزی بگم من اصلا تمرکز ندارم. متوجهم. یه ذره سو. خب بعد ما اینو همینطوری میذاریم رو آتیش. درستش اینو رنده کنی خب با نه میخوام کبابیشه. بیا خب ببین در واقعیت اورجینالش حالا هر کی یه جوری درست میکنه غذا رو کلا سی رو اگه رنده کنی با تخم مرغ میذاری درست شه با زردچوبه. حالا میخوان کبابی کنه ببینید این رسیپی سارنه. من که کلا بادمجون میرزا قاسمی نمیخورم ولی من الان سی رو رنده کنم دستم بوی سیر میگیره شما اون رو هندل میکنی. فقط باید هر از گاهی بریم هی باد بزنیم که اینا آماده شه. تخم مرغ چیکار میکنی پس؟ این که الان نیست آخر. شما تخم مرغ اول میزنی؟ تخم مرغ با سیر درست میکنیم میذاریم یه گوشه بعد بادمجون رو قشنگ که کبابی شد اونجاش ساتوری تفت میدیم قشنگ با کره. خیلی سخت میگیرید. خیلی نه واقعا من اینجوری نمیکنم. ما مواد رو بعد از این مرحله بخوام توضیح بدم. ما این مرحله که تموم شد مواد داخل گوجه و بادمجون رو تخلیه میکنیم توی تابه میریزیم با کره میذاریم سرخ میشه. بعد تخم مرغ رو اینجوری روش میشکنیم هم میزنیم. سیرم همونجوری اینجوری فشار میدیم که به صورت کریمی میاد بیرون. آقا شما بخورید. بادمجونا رو هم باید برگردونیم ساره. ولی من که ندیدم. به نظر من یه دونم بذار از این چیزی. نمکش خب میتونست بهتر باشه. خودت دست نداری بزنی. غذاش خیلی داغ بود.
من نمیتونستم صبر کنم این سرد آتیش شه. درست کرده بودن نه؟ آره یه میدونی اگه پیرمردا ایزی لایفشون تمام بشه چی میگن؟ ایزی لایفشون تمام بشه میگن ایزی تمام تلخ. میدونی اگه خوابت ببره چه اتفاقی میفته؟ آره میخوابم دیگه. نه بیداریت میبازه. حالا جدی اگه میدونی خوابت سنگین شه چی میشه؟ تختت میشکنه. سنگین میشی. خب میدونی که جای بقیه چه دلشون میگیره؟ چون همه چی میریزن تو خودشون. حالا همه رو بلدی نه میخوام آره با من اصلا از شب تا صبح بیکار میشینم اینا رو میخونم. میدونی به فیلی که لباس خواب آبی میپوشه چی میگن؟ لباس خواب آبی میپوشه کسی بلده دوستان؟ میگن شب بخیر. یه شب بخیر. رنگش خب مهم نبودن این که. حالا به فیلی که لباس خواب قرمز بپوشه چی میگن؟ یه چیز دیگه میشه مطمئنم دیگه شب بخیر نمیگم بهش. دیگه بگو حدس بزن چقدر بهت میاد. حالا میدونی به فیلی که لباس خواب نارنجی بپوشه چی میگن؟ میگن این میاد ولی قبلی بیشتر بهت میومد. حالا به فیلی که لباس خواب زرد بپوشه چی میگن؟ میگن چقدر لباس خواب داری. ولی به چه غذای مردی درست کردم واقعا. من خیلی به نظر من نمره 10 رو میگیرم. چه هواییه خدایی دمش کن. گاو و گوسفند سگ و گربه آدم هم هر هفته داریم 4 عدد شرکت کنیم. بوی بادمجان کبابیه یا نه؟ بابا تو خیلی وقت نوشایی فکر کنی. خدا نه بابا. گنده. اون چیه؟ مرمر روی چی کنه؟ من خواهم اگه شما سلام خوبستین؟ خیلی خوشبختم. آسمین سارن جان من مواد لازم رو توضیح بدم. به این چی میگن؟ به این میگن گوجه. پامادور. به این چی میگن؟ یومورتا. نه مرغانه. تیبالا میستر مال شما. تیبالا میستر. به چه مرحله رسیدی؟ نهایی آخرشه؟ تقریبا. به تموم شد؟ آره. دم شما گرم. بذارم همینجوری؟ بذار همینجوری آره. عالی. برای دومین بار فوق العاده است. بی‌نظیره. به بیا بذار بکشیمش تو. تست کنیم. میخوای یه داره بخوری ازش؟ آره یکم اول خودم تست کنم ببینم چه غلطی کردم. به نظر من که عالیه. بهترین میرزا قاسمی که تو زندگی خوردی. عالیه. بیا. خوشمزه است. آره خدایی خوبه. گفتم اجازه بدید بچه تشویق سره. مرسی ممنون. خدا این با 4 نفر شکل نظر واقعی بهم بگین یعنی حقیقتو. عالی شد. نمکش کمه. نمکش اتفاقا به نظر من خوبه. سارا اگه یه قدرت ماورایی داشتی دوست داشتین چی باشه؟ قدرت ماورایی اول بگو بعد برم. دوست داشتم که ذهن آدما رو بتونم بخونم. مثلا میگم بعد باش چیکار میکردی ولی گفتی تو که مغزشون چی میگذره. بعد مثلا چه میدونم مثلا یکی میاد تو زندگیت مثلا بدونی که نیتش چیه از اینکه با تو مثلا اومده تو ارتباط. آره خیلی خوب میشد دیگه. وقت نمیذاشتی الکی یا مثلا انرژی تو الکی بخوای بذاری واسه درست میذاشتی دیگه. خیلی منم همینو خیلی دوست دارم واقعا. خیلی عالی. احساس میکنم تنها میشدیم خیلی. ولی آدم با آدم اشتباه وقت نمیگذرون دیگه. اینم خیلی باحال میشد. آره میشه گفت. چون دیدی با یه سری مثلا وارد دوستی رابطه میشی بهش وابسته میشی خیلی احساسی تایشی و گند میخوره تو همه چی. ولی آره دیگه افتر باید پس بدی قشنگ. اون بده. بعد یه تایمی قشنگ بعد اعتماد میشی حتی ممکنه به اونی که واقعا خوبه هم دیگه شک داشته باشی. دقیقاً. آره این خیلی بده. خب اگه خواننده نمیشدی چی کار میشد؟ دوست داشتی که چی کارشی؟ یوتیوبر میشدم. الان که هستم ولی یوتیوبر میشدم. حالا مثلا اگه الان که یوتیوبر هستی خب یه کاری که نبودی فکر میکردی مثلا اون کار میخواستی انجام بدی؟ نویسنده میشدم. نه نویسنده مثلا چون فیلم نامه مینوشتم. بازیگرم ممکن بود.
بشم. اونم میتونستی. آره چون ویدیوات خیلی باحاله، کلا اکتات خیلی باحاله توی ویدیوات. واقعیت دیگه، واقعیت ها رو بعد گفت. والا به خدا. بکن تو یه مهمونی دعوتی 3 نفر رو میتونی با خود ببری. خب نه 3 نفر میتونی با خود ببری، ولی جزء خانواده‌ات نمیتونن باشن، حالا مرده یا زنده خارجی نشم کار نه، که 3 نفر میتونن همراهت باشن. کیا رو با خودت برمی‌داری میبری؟ خانواده‌ام هم نمیتونن باشن. نه دیگه. پارتنرمو میبرم. ببین منظورم میدونی چیه؟ منظورم آدمای معروف. آفرین، یه همچین چیزی من مایا. اگه اینجوریه که من دریکو میبرم، هر کی که دوست دارم. جاستینو میبرم، جاستین بیبر رو میبرم با بیلی آیلیش. عالیشو. به به. چه کاری تو بچگی کردی که تا الان بهش نگفتی و هیچ کس نمیدونه؟ تو بچگی بعد لو بدی. اینجا دیگه وقت لو دادنه. فکر کنم ببینم هیچکی خبر نداشته باشه. آخه من داداشت مثلا اونم خبر داره. آره. خب مثلا بچه بودم توی مدرسه مرتضی پاشایی فوت کرده بود، نقاشیشو میکشیدم میفروختم 1000 تومان. پس نقاشیت هم خوبه. نه میدونی چیکار میکردم؟ عکس مرتضی پاشایی رو میذاشتم، یه برگه میذاشتم روش، اینو کپی میکردم. بعد خیلی هم فن داشت مدرسمون. بهت پیله کردم نمیمونی پیشم، نمیمیرم اینجا نفرمانه میشم. و اینم متنش هم مینوشتم روش، یعنی دقیقاً همین دو تا جمله مینوشتم. امضاش هم می‌کردی؟ نه دیگه امضای خود مرتضی پاشایی رو نمیتونستم بکنم، ولی میفروختم. دونه 1000 تومان میفروختم و فکر کنم 10-12 هزار تومان. 1000 تومان. اون موقع دونه 1000 تومان یه ساندویچ مثلا اولویه توی بوفه مدرسه میتونستی بخرید و من خیلی دوست داشتم. مثلا فکر خیلی دیگه حالت بده. دوغون یه چیزی که مثلا درجا میتونه قشنگ توی دوباره بیارت بالا و اوکیت کنه. بیارتم بالا؟ آره. اگه بتونم اون لحظه موزیک بنویسم خیلی برمیگرده یه حالم. انرژی برمیگرده تو هیچ چیزی نیست که حالم خوب کنه. یعنی وقتی حالم بده برم بیرون، برم مهمونی، خرید کنم، اینا نه. کدوم اینا من حالمو خوب نمیکنه. در حدی که مثلا دیگه دوستان میان میگن بابا تو داری تلقین میکنی، میگم نه آقا به من کار نداشته باشید، من حالم بده. مثلا دوستام هی میخوان من از اون حال درارن، میان با روششون نیست امتحان کنن، ولی من اون لحظه یه چیزی که خلق کنم فقط حالم. مثلا متولد آبان بودی؟ آبان من خیلی باله. ما هم اغربه سالم اشتهاست. چه خصوصیاتی داری که فکر میکنی مثلا تو آبامایا خیلی مشترکه، یا یه چیزی که مثلا تو رو خواستم میکنه نسبت بقیه آبامایی؟ فکر میکنی چه فرقی داری با بقیه ها؟ کلا نترسم. آبانیا کلا نترسن؟ آبانیا یه مقدار کلا کله شق‌ترن. چرا؟ دلیلش اینه که مثلا من توی آسترولوژی خوندم، چون یه اعتقاد دارم کلا به استرال و اینا. خوندم که آبان ماهیا به خاطر اینکه کلا دارن از یه سیاهی میان، کلا یه دارک ساید، دارکنسشون بیشتره. خب و مثلا نمادشون هم دقت کنی عقربه. و عقرب جاهای تاریک میره. آره. نمیترسه. اون میره تو مثلا ماهای دیگه که میبینم یا کسای دیگه مثلا اینجوریان که یا مثلا برات بگم از دست دادن شاید مثلا یکی که مثلا خیلی شاید عزیز باشه برای تو اینا، من احساس میکنم چیزیه که من میتونم راحت قبول کنم. چرخرشون قبول کردی تو ذهن خودت؟ ببین چیزای دارکو میتونم قبول کنم، مثلا اینکه زندگی دارکه، اینکه من میمیرم، مثلا همین الان میتونم بشینم راجع به مرگ خودم باهات صحبت کنم، سناریوهایی که تو ذهنم هستو بگم، میتونم. خیلی احساساتی هم نیستی؟ نه خیلی احساساتی نیستم. نه بروز نمیدم. درونگرایی بروز نمیدم، نمیتونم بروز بدم. مثلا من حتی یکی رو خیلی دوست، مثلا الان با پارتنرم مثلا محمد خیلی بیشتر به من محبته، خیلی دوستش دارم و عاشقشم، ولی نمیتونی نشون بدی. از طریق مثلا موزیک نوشتن فقط میتونم، از طریق کارهایی که میکنم و مثلا اینا میتونم، مثلا میتونم براش غذا درست کنم، نمیتونم مثلا بیام، ولی اون مثلا برعکس من خیلی زبون محبت داره، میتونه خب همینه دیگه، همدیگر کامل میکنید دیگه. آره. یکی یه جوره دیگه یکی یه جوره دیگه محبتش نشون میده. و مثلا کلا به دوستان همین، مثلا نگینم خب مثلا به من میگه تو خیلی مثلا یوبسی تو این چیزا سر این که دوستام مثلا این شکلیه که اونا مثلا یکی میاد مثلا من بغلم میکنه اینجوریم مستم نمیتونم بغلش کنم مثلا خیلی با همه یا نه مثلا ممکنه فقط اینجوری هم که میتونم مثلا دوست دختر صمیمیم بیاد منو بغل کنه من معذبم نمیتونم. فهمیدم. مثلا یه خصوصیت دیگه که دارم که بقیه آدمایی که مثلا تو مهاجرتم خیلی باعث نشد که اذیت بشم، این که من تنگ میشم ولی اونجوری لوس نیستم.
یعنی مثلا نونور نیستی. مثلا ببین واقعا بگم مثلا اونجوری نیستم که بگم وای من الان پدر مادرم دوستشون دارم بله همه ولی خانواده دوست داره کلا. اینجوری هم که کنار میای زود با شرایط خودتو وقت میدی. خیلی اذیتم میشم ولی آخه وقتی میدونی تو زندگی وقتی یه جایی راهی نداری دیگه خودت وقت بدی دیگه. حالا بخوای فکر کنی قصه بخورم چیزی که عوض نمیشه کلا که. عالیه تا خیلی گزینه خوبی. پس یه آب و ماهی قوی نمیدونم حالا همه آب و ماهی اینجوری باشه ولی این و خیلی حالت چیز دارم حس رقابتم زیاده. همش دوست داری برنده باشی. تحت شرایطی فقط یه کاری رو انجام میدم که رقابتی توش باشه. مثلا چه میدونم من اگه توی یه جایی باشم که حس کنم مثلا میگم من خواننده مثلا خوبی خودمو بدونم خب بقیه خواننده‌های خوبی باشن من خیلی حس بهتری دارم تا اینکه مثلا اونا ضعیف باشن و اون حس رقابت تو من بمیره کنم. دوست دارم رقیب داشته تو سطح خودت در سطح خودت پایین‌تر نباشن که تو اول باشی. دوست دارم اونجوری باشه. آره. در سطح خودت باشن که تو خودت بخوام بکشین بالاتر. بکشوندی بالاتر. آره. دوست دارم تو باید رشد کنی. تو باید رشد کنی. الان هیچی نداری فقط 3 تا چیزا میتونی مثلا نگه داری پیش خودت. اون 3 تا چیز چیه؟ یعنی همه چیو مثلا دست دادی 3 تا چیز داری 3 تا وسیله میتونی اون 3 تا وسیله رو نگه داری. صدام، خلاقیتم، شجاعتم. آفرین. دوباره با اینا همه رو دور به دست. دوباره با همینا. آخه از اول اینا چیزای دیگری که الان دارم رو نداشتم که از اول فقط همین 3 تا رو داشتم. به خدا من مثلا یه چیزی که خیلی مثلا میان توی دایرکت من یهو میگن بابا سارن مثلا ما پول نداریم. مثلا فکر می‌کنم من خیلی بچه پولدار بودم که مثلا به دست آوردم خیلی چیزا رو مثلا میگن مثلا نوشتن سارن شما زشت نیستید شما پول ندارید مثلا زیر عکسای من. بعد خیلی جالبه ببین مثلا اینا رو که نگاه می‌کنم 10 سالگی چون من یه زمانی خیلی دوست داشتم بگن به من که این پول داره چون نداشتم. خب نبودم توی نه خانواده پول توی خانواده‌ای بودم که حتی مثلا شاید متوسط رو به پایین بود. یعنی خیلی چیزایی که دلم می‌خواست تو بچگی نداشتم و اینا و خودم به دست آوردم. بعد اینا رو که نگاه می‌کنم مثلا ناراحت که نمیشم هیچی بهت انگیزه میده حالتو. آره واقعا خیلی از افرادی که الان معروفن مشهورن واسه جایگاهی که دارم واقعا تلاش کردن از هیچی واقعا از صفر تا رسیدن به اینجا و اینجوری خیلی بیشتر حال میده. یه خاطره تعریف کنم که یه جا نگفتم. بچه‌ها داستان حالا کار کردنم با رادیو جوان میخوام بهتون بگم که چی شد اومدن اسپانسر من شدن. چون من تو 15-16 سالگی اسپانسرم شدن دیگه. من ایران که بودم من پول تو شیبی 6 ماهمو جمع کردم. یعنی مثلا به من هفتگی 10,000 تومان میدادن. 10,000 تومان مثلا در حدی بود که مثلا من روزی 1000 تومان واسه خودم آذوقه بخرم تو مدرسه بخورم. بعد من این نمیخورم هیچی نمیخورم. وای خدای من مثلا از خونه یه دونه سیب میبرم با خودم ولی هیچی نمیخورم. جمع کردم من پولم رو مثلا شده بود 100,000 تومان 120 شده بود یه عددی که اون پولو میدادم به یه ادمینی که توی رادیو جوان کار میکرد که موزیک منو بذاره توی آرشیو. کی آرزو کرد که این کارو کرد گذاشت و توی آرشیو یعنی بری سرچ کنی مثلا سارن بیاره موزیک من این شکلی بود. و بعد موزیک من اومد توی تاپ چیزاش تاپ 10 اولش. آره 600,000 تا ویو خورده بود توی همون. وای چقدر حس خوبی داشتی. آره بعد اصلا خیلی عجیب بود واسم اون اصلا استارت این که مثلا کار من بدون هیچ تبلیغات خاصی بدون هیچ خانواده میدونستن یا نه؟ نه هیچکی نمیدونست. مام بابا مثلا نمیدونستن. مامانینا با خوندن موزیکت اینا مشکلی نداشتن. آره من مامانم خودشون پرستارم هست. بعد مامان من خب اینجوری بود که خب خیلی خودش هم سختی کشیده بود توی زندگی. دنبال یه زندگی خیلی میدونی خب اینجوری بود که پول خیلی مهمه و خب منطقی هم بود. گفت سارا خواننده نداریم ما تو کشور. تو میخوای چی بشی؟ چیکار میخوای بکنی؟ پول چجوری میخوای دراری؟ و میگفتم نمیدونم من پول بعد من واقعا خودم هم متقاعد شده بودم که دکتر بشم. بعد رشته تجربی رفتم. بعد که معروف شدم اصلا دوست نداشتی که دکتر شی کلا؟ اصلا نمیتونستم. من سر کلاس تجربی که بودم همیشه خواب بودم. همیشه خدا سر کلاس خواب بودم چون انگیزه نداشتم دیگه. علاقه نباشه واقعا آدم نمیتونه ادامه بده. بعد مخالفت کردم با جلوتو گرفتم هم مامان هم با دو تاشون. مامان مثلا من مامانم هی به من میگفت یادم میاد هی میگفت مثلا معدل تو 20 چی مثلا و من خیلی درس بچه ترک بودم به خاطر مامانم چون خیلی کمالگرای مامان من اینجوریه که باید 20 چی 19 میشدم مثلا میگفت میتونستی 20 چی. بعد مامانم اومد چیز کرد گفت برات گیتار میخرم این کارو کنی مثلا 20 چی. بعد من هی نمره بالا میگرفتم میگفتش نه تو از درست میمونی
درس من هم میفرستاد کلاسای کار. بعد دیگه من یه جا لج کردم دیگه، نمیخوندم دیگه، نمیرفتم امتحانامو سفید میدادم کلا. در حالی که مامانم واسه من معلمه چیز گرفت خصوصی و خیلی هم هزینه میکرد بنده خدا. مامانم 3 شیفت کار میکرد که فقط من دکتر شم. مامانم 3 شیفت قشنگ کار میکرد، شب میرفت سر کار، یعنی شب تا صبح میرفت شیفت وای میساد دوباره. بعد یه کار دیگه که مامانم انجام میداد، مریضایی که مثلا زخم بستر میگیرن اونا رو مثلا درمان میکرد و اینا، خیلی کار میکرد و کل حقوقش رو میداد فقط واسه اینکه ما درس بخونیم بریم کلاسای تقویتی. من معلم فیزیک منو گذاشته بود کلاس تقویتی واسه خودم. بعد خب من باهوش بودم دیگه، هر چی میگفت میفهمیدم. من میگفتم منو مسخره کردی، واسه چی مثلا این نمره رو میگیری؟ قشنگ معلمم میگفت واسه چی اومدی مثلا سر کلاس تقویتی، تو همه رو بلدی، اصلا نیاز نداری، چرا مامانتو اذیت میکنی؟ خلاصه که دیگه بعد یه جا بعد گیتار خرید. نه گیتار آخر من گیتار عممو قرض کردم. آره بعد بگید عمه بده. عمه من خوب بود واقعا. عمم خیلی برای کمکم کرد. یه عمه دارم، عمه پروانه. من مام بابام موقع نمیدونستن من میرم استودیو و اینا، بعد تنها هم نمیتونستم برم، بچه بودم. عمم میومد مثلا تو تهران منو میبرد مثلا جاهای لوکیشن مختلف. خلاصه مسیر راحتی نبود. من مثلا همش اینجوری پیچ پیچی داشتی کلا. مثلا خیلی از بچه‌ها میان به من میگن که مثلا ما مخالفه، مثلا بهشون میگم با فکر کنید مثلا مام بابای من اومدن مسیر برای من کشیدن. آره دخترم، ولی صبح میری کلاسیکی داشت، شب میری کلاس پیانو، دوست آواز صدا کار میکنی. بعد خیلی هم مثلا سوء استفاده هایی که مثلا از صدا میشد. مثلا من یه گروهی بودش که حالا اسمشو نمیارم، با من مثلا تو 16 سالگی اومدن کار کنن. خب یه کار خیلی باحالی که کرده بودن، اومد به من مثلا یارو گفتش که بیا ضبط کن، یه صدا ماکت بگیر مثلا ببینیم صدا چجوریه. 6 ماه بعد من صدای خودم رو شنیدم توی موزیک، اسمم نبود، صدای من مثلا داده بود به که خب صدام قشنگ بود، خواننده دخترم نداشتیم اون موقع، ولی خب هیچی از خودم نبود و خیلی، ولی من با همونم ذوق می‌کردم. آره ولی کلا آره خانواده‌ام مخالف بودن. مامان من تا قشنگ 19 سالگی میگفت نه، ولی دیگه وقتی دید درآمدزایی دارم میکنم دیگه اکسپت کرد دیگه. اینستاگرام هم داشت میومد بالا اینا دیگه، گفتش که حالا ولی دکترم میشدی دکتر میشه در کنارش خوانندگی رو ادامه میدادی. در کنارش خوانندگی رو ادامه بده. من میگفتم کدوم خواننده دکترم بوده؟ میگفت دکتر اصفهانی. یعنی ببین انقدر دکتر اصفهانی رو به من میگفتم بعدم اومده بود ازش اون تونسته. دوست داری که مثلا با یه خواننده دیگه مثلا فیت بدی؟ خیلی الان دوست دارم. کی مثلا؟ یه چند دوست دارم رپر باشه. خیلی هم باحال میشه. الان دیدی که مثلا وسط رپای مثلا خواننده میاد موزیک میکنه تو سبک خودت، خیلی بامزه میشه. آره دوست دارم. با کی دوست داری؟ ولی بذار بگم رپرایی که دوست دارم باشه. یکی که شاعر رو خیلی دوست دارم واقعا. بله واقعا نامبر وان آرتیست خفنیه. بله. هیپاپولوژیست رو خیلی دوست دارم. هیدن رو خیلی دوست دارم. کچی که حالا هم دوستم هم واقعا آرتیست خفنیه، پرودیوسر خفنیه. دیگه همه خوبن واقعا. بچهای رپ فارسی بهترینا رو گفتی ولی واقعا بیشتر از اینه. همه خوبن واقعا، همشون یه جوری خفنن و اینا. ولی تا امروز فیت نمیدادم سر اینکه مثلا دوست نداشتم که پیشنهاد داشتی. آره ولی اینجوری بودم که چون خواننده‌های دختر اکثرا که معروف می‌شدن میگفتن این به خاطر این معروف شد، اینو این خاطر آورد بالا. من لجن میگرفت میگفتم نه نمیخوام، تو خودت جایگاه خودتو پیدا کنی. آره. بعدا که بعدا نگن اینو فلانی بزرگش کرد. آره این خیلی تو مخم بود. میگم یه ذره من خودبازی اینجوری دارم. نه دیگه خوبه دیگه. دوست داری یه دونه فری استایل برامون بری یه چیزی همینجوری فری استایل زود میره رو. میخوای یه بیت بذارم بعد روش بخونم؟ بذار. باحال میشه نه؟ این آهنگ خودمه اصلا توش چیزه، توش خوندم ولی احتمالاً هم نمیدمش بیرون کلا. تو رانندگی کن. باش. کلابریت داریم میکنیم. فیت دادم. عالی. چقدر پسر صداش خوبه. بذار اون بخونه بعد من بخونم. It's been countless times that I've told myself I didn't feel anything for you when I was sitting all alone in my bed thinking about you and how you made me feel.
feel in a way I've never felt before. هرچی خواستم خوش بگذره بهم تلقین کنم نیستی عالم بهتره ولی حواسم کسی پشتت نگه چرت برگرد بیا بیشتر از این نشه چت کردن و قشنگترم با تو میدونم آرزوهاتو بهتر خودت گفتی باید برم اما اگه رسیدی به جایی دیدی احتیاج داری به بغل من اگه فهمیدی من فقط بلدتم تو زندونی من حبس ابدتم واسه من درسته حتی غلطتم تا هر جایی بشی هم سفرتم تو بازی با تو نمیشه برندشم به جونم میخرم خطرشم خودم فیت دارم با یاری بعد تو روزانه با بدتر شدم نمیخوام مصرف کنم چیزی ای بدتر شدم ای کم کم آدم و کمتر شدم الان از کم پرم خوب خودمم همینو خواستم بریز یه پیک دیگه باسم میکروفون و دوربین و دیگه بریم امیر شما چی شد که مهاجرت کردی؟ اصلا کجا شروع شد داستان مهاجرتت؟ تلخه خیلی قصهش جدی؟ و طولانی آره تلخه دیگه بچه من چند سالت بودینم بگو میگم من از 15 سالگی دیگه حرفه‌ای شروع کردم موزیک کار کردن و موزیک پخش کردن یعنی به اصطلاح که دیگه مثلا معروف بشم و اینا و زمانی که از ایران زدم بیرون تقریبا دیگه 19-20 سالم شده بود دیگه آهنگ داده بودی تو اون موقع بیرون 1 میلیون فالوور داشتم وقتی ایران بودم در حدی تو ایران بودم که هر کی منو میدید میگفت تو چجوری ایرانی مثلا چرا تو رو نمیگیرن اینجوری بود بعد اون موقع اصلا آره خواننده هم نبود آره قشنگ میگفتن مثلا تو چرا الان مثلا بیرونی بعد من دیگه آخرا میترسیدم جوری شده بودم که میترسیدم جایی برم میترسیدم مثلا اولش یه ذرهشون گیر نمیدم مثلا من تو ایران اصلا مهمونی و چه میدونم اینجور چیزا اصلا نمیرفتم چون مثلا اینجوری بودم که 1% پلیس بریزه اونجا بگیره منو اینجوریان که دیگه خب خانم شما بیا اینجا یعنی پرونده داره مثلا پرونده برام درست میکنن دیگه بعد پیش نیومد که اصلا کلا چه نه هی اصلا کاری به کارم نداشتن یه مدت که دیگه برای خودم هم خیلی عجیب شده بود که خب چرا بعد یهو آدم که کاری استرس میگیره همش استرس داشتم دائما تو استرس بودم خانواده‌ام هم مثلا بهشون میگفتم من باید مهاجرت کنم برم میگفتن بابا کجا میخوای بری با تو کسی کاری نداره مثلا مامانم جدی نمیگرفت اصلا این داستانو بعد تا یه روز خیلی اتفاقی دیگه من رفته بودم با دوستام رفته بودیم یه دماوند رفته بودیم یه جایی و اینا به من فردای همون روز 10 صبح زنگ زدن 8 صبح یا 10 صبح روز حتی یادم دوشنبه بود زنگ زدن گفتن که خانم خوششانس گفتم بله گفتش که آدرسی که میگم بنویس و اینا یه آدرس رو نوشتم و چه میدونم هی استرس داشتم دیگه بعد میگفتش بابی داره امنیت و و فلان فویه و ترس کلا میفته تو جون آدم خب الان واسه چی بیام گفت حالا بیام حرف میزنیم معلوم میشه بعد گفتش به هر دلیلی نیای ما جلبتون رو داریم دیگه میتونیم ببریم آدرستون هم داریم تشریف بیارید آره دیگه رفتی؟ نمیتونی نری که جلبت میکنن واقعا شوخی ندارن که فرار نمیتونستم بکنم تذکر دادم به گفتم الان تا تذکره برم حداقل مثلا صحبت کنم و یه کاریش بکنم اینا که حتی من وکیل گرفتم وکیلم هم راه ندادن بعد حتی وکیلم برام یه چیز تست کرونا درست کرده بود که اون موقع کرونا تازه اومده بود کرونا درست کرده بود که اینو ببرم بدم که مثلا بگم من کرونا دارم 2 هفته دیگه بیام گفتن ماسک بزن بیا تو بابا همینجوری رفتیم و بازجویی و یه 7-8 ساعت اونجا بودم و بعد رفتار کردن یا آره بعدم چه میدونم چی میگن وثیقه و اینا خواستن اینا بعد دیگه
بعد که نه اولش خود اون آقایی که بازجویی میکرد بعد رفتار نمیکرد، فقط خیلی ترسناک بود جوش و اینا، چون خیلی سوال میکردن. بعد من نمیدونستم چی میخواد بشه و آدم چی باید بگم الان جوابش آره و هی میگفتم آقا مشکلتون الان مثلا با چیه دقیقاً؟ هی میگفتش که تو رو کی داره مثلا تو رو ساپورت میکنه، مثلا با کیا کار میکنی؟ مثلا فکر میکردم من فرستاده مثلا آمریکا هم دارن اونجا به منو مثلا بیا تو فلان کن. بعد خیلی هم جرم برام بریده بودن، مثلا فساد و فحشا و چه میدونم قنا و ترویج نمیدونم اینجور چیزای این شکلی. بعدش تصمیم گرفتی مهاجرت کنی؟ تصمیم که نه، روز دادگاه تا دادگاه پیش رفتی؟ آره، چون دیگه میخواستن بهم جرم بدن، یعنی برام مثلا ممکن بود 2 سال زندان بنویسن، ممکن بود مثلا دیگه من به قید وثیقه خب آزاد بودم دیگه. بعد چون که هنوز ممنوع خروجم نکرده بودم، من یه روزه از ایران اومدم بیرون دیگه، نذاشتم که دادگاه بعدیمو برم دیگه. فکر کنم الان یکم پروندم چیز شده دیگه، هی اومده روش، ولی دیگه اومدم بیرون یه جورایی. بعد که اومدم بیرون اولین سفر خارجی مهاجرتم شد. من تا حالا سفر خارجی نداشتم قبل از مهاجرتم، هیچ وقت. اولین سفرم همون شد مهاجرت کردم، یعنی یه بلیت بدون برگشت گرفتم. اولش که اومدم چون یهویی میای ببین مثلا یکی از برنامه‌ریزی میکنه برای مهاجرتش، تو بدون برنامه‌ریزی. تازه من پولم نداشتم، من کلا مثلا با 60 میلیون پول اومدم اینجا، اومدم استانبول. ترسناک نبود برات؟ ببین اتفاقا خیلی کله خر بودم، من اصلا نمیترسیدم. من اینجوری بودم که انقدرم هیجان خارج از ایران رو داشتم که دارم میرم سفر، مثلا به چه سفر داشتم نگاه می‌کردم، نمی‌دونستم چی در انتظارمه، که خیلی مثلا بعد که اومدم ترکیه یه 10 روز مثلا، بعد اینجا من رسیدم هم کرونا بود اینجا مثلا، اونجا یعنی میگم اینجا همه جا تعطیل، اصلا خونه نمیتونستم پیدا کنم، بعد خیلی گرون بود. مثلا من اوایل پولی که داشتم در حد این بود که من 2 ماه اجاره خونم بدم، یکم مواد غذایی بگیرم و اینا تا کار کنم دیگه درارم پول. هیچ برنامه‌ریزی هم برای کار چون یه روزه بود هیچی نداشتی؟ هرچی هم که پول داشتم تو ایران خرج مثلا شده بود واسه چیزهای مختلف و اینا. بعد اون موقع مثلا آدمی نبودم که بخوام پول جمع کنم، یا مثلا خانواده‌ام نمیتونستن اصلا ساپورتم کنن. شرایطشون نداشت. کار موزیکو که میکردم دیگه، شروع کردم خیلی حرفه‌ای‌تر. آره ولی خب خیلی سخت بود واسم، به خصوص 1 سال اول، چون وقتی دیگه دیدی مهاجرت میکنی، اونم تنهایی، اونم تو اون سن، هم خیلی اینجا میگم زبان بلد نبودی تو؟ نه هنوزم بلد نیستم زبان اصلا، ولی خیلی ترسناک بود. تنهایی خیلی زیاد اذیتم میکرد، یعنی بیشترین چیزی که هنوزم اذیتم میکنه، یعنی هنوز بعد چند سال من هنوز بگم تنها چیزی که تو مهاجرت اذیتم کنه که من تنهام، وقتی میام خونه کسی منتظرم نیست، وقتی میرم کسی نیست، و حالا این شب با مثلا حیوان خونگیش یکم بتونی چیزش کنی، ولی بازم این تنهایی خیلی بیشتر است. ترکیه و استانبول خوبیش اینه که نزدیک ایرانه، خانواده میتونن رفت همون دیگه. آره ولی خب مثلا من داداشم بنده خدا دیگه نمیتونه فعلا بیاد. آره تا حالا اوکی بشه کارش. مثلا مامانم شاغله، باز نمیتونه مثلا همیشه بیاد، خیلی مثلا 6-7 ماه شده شاید. برای ایران نه، ولی برای مثلا آدماش چرا؟ چون آدمای ایران خیلی کسایی که کلا ایرانی‌ها کلا رفیقات، به خصوص ایرانیایی که تو خود ایران زندگی میکنن خیلی با معرفتن، یه حالت بابا تو ترکیه اصلا مردم خیلی بد رفتار میکنن با ماها دیگه، به خصوص الان که تو ترکیه با ماها خیلی بد رفتار میکنن، انگار همه چی تقصیر ماه، گرونی‌ها دلار گرون شده. واسه همین مثلا ترکیه یاد نگرفتم، چون مردم ترکیه حالا توشون هست استثنا، ولی میتونی کار خودت را بندازی با زبان دیگه. الان برای چند سال گذشته دیگه یه ذره کارم به خاطر حرفه‌ایشه بعد زنگ بزنم ترنسلیت کنن واسم دیگه، نمیتونم برای سری بعد یکی برام ترجمه کنه. ولی مردمش مثلا انقدر بد رفتار میکنن که تو هم تنها تر میشی. اصلا من یه دونه دوست ترک ندارم توی این چند سال، نتونستم پیدا کنم، چون که یه لبخند ندارن دیگه مثلا تو ایران آدما مثلا باهات گفتی بهمون چی میگن هر جا میریم؟ یابانجی. خیلی ما هر جا میریم ما یابانجیم، شما این خارجی‌ها. من تو هر تاکسی میشینم مثلا میگن
الله مملکت مثلا میفهم منظورش اینه که این شما گند دارید به مملکت ما مثلا دارن اینجوری میکنن. جمع کنید برید خونه‌تونه چی میخواید مثلا به عنوان یه چقدر من مثلا بچه بودم نمیفهمیدم اوایل مهاجرت کلا میذاشتن سرم مثلا چون مثلا من یه بار پول جمع کرده بودم مثلا یه چون $2000 فلان $3000 واسه اقامت دادم یارو دیگه جواب منو نداد پولمو خورد جوابم نداد منم دستم به هیچ جا بندم. خیلی خوب اتفاقا این شکلی میفته ولی یه چیزی که میتونم بگم این که مهاجرت خیلی آدمو بزرگ میکنه. آره. یعنی ضرب در 10 میشه دیگه بزرگ شدن چون همه چی رو یه جور دیگه تجربه میکنی بعد هیچی هم از اون کشور مقصد تو کلا نمیدونی و بعد بری بعد تویی که یه روز اومدی بعد بری تو دلش. ولی خب من تایمی که اومده بودم دیگه از ایران بدم اومده بود دیگه یعنی اینقدر اذیت شده بودم که اینجوری نبودم که مثلا دیگه عقبو نگاه کنم. اتفاقا اینجوری برای من بهتر بود چون شده تو دوستان مهاجرت کنن چون مهاجرت سخته دیگه انگیزه نداشته باشی جا میزنی. آره نمیتونی ادامه بدی. یعنی مهاجرت خیلی مهمه که مثلا من مهاجرت دومم به دبی که رفتم برگشتم سر همین بود رفتم اینجوری بودم که خب اوکی یه بار از ایران اومدم مثلا ترکیه سختیشو کشیدم یه دلیلی داشتم الان دلیلی ندارم دوباره اون سختی رو بکشم بیام از اول یه جای جدید که چی آخه دیگه پام اونجا صفر کردم همه چیشو میدونم اطلاعاتم کامله. ولی مهاجرت بگم تأثیراتی که حالا خوبی حالا این همه بدیشو گفتم یکم من خوبیشو بگم من همین الان تو آدمایی که هم سن خودمن به خصوص دوستام و کسایی که از ایرانن من فکر نمی کنم بتونن یه زندگی رو هندل کنن ولی من کاملا میتونم یه زندگی خانواده رو حتی هندل کنم. چند سال آدم بزرگتر میکنه کلا مسئولیت پذیرت میکنه اول از همه مثلا الان از همسن و سالای من مثلا شاید خیلی کمتر دیگه سوسول نیستی میدونی پای کارا و اشتباهاتی که میکنی پای اشتباهاتت باید وایسی مسئول هر کاری که میکنی خودتی ولی خب راحت هم هستی. مثلا من الان دیگه نمیتونم با کسی زندگی کنم مثلا یا با خانواده‌ام برگردم زندگی کنم نمیتونم دیگه زندگی خودتو داشتی دیگه عادت کردی راحتی دیگه خودت تنهایی دیگه خودتی و خودت از صبح تا شب تو خودت انتخاب یه زحمت کشی خودتو ساختی دیگه حالا تا ازدواج کنی بعد ولی کلا مهاجرت خیلی ولی خب من چون موزیک واسم یه چیز عجیب غریبیه و یه خاصه که حالا تو ذهنم دارم و خواننده شدنه اون استیج اینقدر تو ذهنم بزرگه که اصلا مهاجرت چیه یعنی هیچ سختی نمیتونه مثلا باعث شه که بخوام وایسم. شاید یه مدت وایسم ولی همیشگی نیست وایسم سری اوج میگیری میری بالا دوباره اوج الان نه ولی میرم منظورم که حرکت میکنم آره میرم جلو آروم تون سینه خیز با تعصب‌ها. پیشنهادی داری برای کسی که میخواد مثلا همسن خودت مثلا 19 سالگی 20 سالگی میخواد مهاجرت کنه اصلا بهش پیشنهاد میکنی که استانبول انتخاب کنه ترکیه انتخاب کنه اگه راه دیگه ای داشته باشه که بتونه جای دیگه هم بره مثلا خیلی سریع نباشه فکر شده باشه یا اصلا چه پیشنهادی داری براش که زندگی بهتری داشته باشه بعد از مهاجرتش؟ ببین من مهاجرتو که خودم 100% هر جایی به جز ایرانو برای جوانای ایرانی الان موافقم. چرا؟ چون تو ایران عملا تو اگه پولدار نباشی زندگی خوبی نداری. یعنی کسایی هم که تو ایران زندگی خوبی دارن یه درصدی هن که پدر مادراشون زمین و ملک‌های زیادی دارن و حالا یه بیزینس ابا اجدادی دارن و بازاری ان. قشنگ خوشانه. آره اون 70-80% بقیه بنده خدا توی ماتریکس عجیب غریبی ان. یعنی مثلا عملا هیچ کاری تو ایران هیچی نمیرسه کلا. یعنی عملا واسه همین مهاجرت رو کلا به هر جایی به جز ایران یعنی به نظر من هیچ جای اندازه ایران بد نیست. من الان دارم نگاه میکنم دخترایی که چه میدونم دختره خوشگله پیجش میشه 30K 40K میگیرنش دختره نمیدونم یه ذره پسره مثلا میره عکاس میشه از 4 تا دختر خوشگل عکس میگیره میبندن آشپزی میکنه میبندن یه ذره این موش میفته بیرون میبندن یه ذره میبینن جلب توجه میکنه میترسن میبندن میدونی تو ایران تو عملا نمیتونی پیشرفت کاری کنی تو ایران فقط میتونی بری مثلا یه جای ثابت کار کنی یه حقوق ثابت بگیری اینقدرم این تورمه باعث میشه که اون حقوق ثابتت هم هر روز ارزشش کمتر بشه و هیچی به هیچی. پس مهاجرت به نظر من تو استانبولش هم با همه بدیاش خیلی بهتر از ایرانه. این از این. برای قبرس هم که میدونم که خرید خونه که میدن. آره. خرید خونه میدن، تحصیلی هم میدن، دانشجویی هم میدن.
فقط اجاره رو اینجا فکر می‌کنم. آره ولی ثبت شرکت کسی بخواد مثلا کارآفرین هم باشه، بخواد به کاری راه بندازه، بازم ثبت شرکت مثل کنه، دبی بازم بهش اقامت خب میدن. آره دیگه. حالا حرف قبرس شد. کلاً حالا تا حالا این دومی سفرت به قبرس دیگه، چطوره نظرت فرهنگش نسبت به استانبول اگه بخوایم مقایسه کنی؟ مردمش خیلی فرق داره. چطوریه؟ خیلی فرق داره. ببین قبرس مردمش نمیدونم چرا ولی آرومن، یعنی خیلی دیگه یه آرامشی دارن باهات مثلا صحبت میکنن، یه اینجوری. تو استانبول دعوا دارن باهات واقعا. من مثلا اغراق نمی کنم مردم ترکیه، من کاری به ایرانی هایی که تو ترکیه ندارم، ایرانی ها کلن همه جای دنیا خوشمشربن، خونگرمن. خود ترکا حالا نمیدونم به خاطر اینکه حالا شاید یه ذره نجات پرستن ولی عصبانیان، همش باهات عجله دارن یه ذره. عجله. مثال بعد عکسشو برم، مثلا تو میری از کارفور خرید کنی، مثلا نکالا مثلا ناکیت کارت مثلا اینجوری نگات میکنن، لبخند ندارن مثلا، یا مثلا خیلی ازت پول میگیرن، مثلا چه میدونم یه تاکسی میخوای بگیری توی ترکیه پدرتو در میان از سوارت کنن، مقصد یارو باید یکی باشه که سوارت کنه. به خدا تاکسی استانبول خیلی خدایی سمه. آره. خیلی بعد مثلا کلا رفتارشون مثلا چه میدونم میری آرشگاه، مثلا چون میخوای خدمات مثلا پیش آرشگاه ایرانی میری انقدر لبخنده نمیدونم حالت خوب میشه. آره حالت خوب میشه. آرشگاهی که ترکا دارن مثلا تو میری باز این اومد اصلا میگی بابا من مثلا یه موجود انگار مثلا عجیب غریبی اضافی هم که حالا اومدم مثلا یه کاری مثلا خیلی بد رفتار مثلا اینجوری هم بیکار نشسته بودی میگه این بازم یا مثلا چه میدونم اگه خدا نکنه مثلا صابخونه ترک باشه، چه میدونم املاکی که حالا مثلا باش بستی ترک باشه، ببین پدرتو در میارن دیگه، خیلی کمه توشون. ولی خب اینجا توی قبرس مردم خیلی مثلا با اینکه ترکن اینجا هم دیگه. آره ولی خب فرق داره. ترکای قبرسن مال همینجا. آره اینا خیلی اینجوری ملو آروم با حرف میزنن. مثلا خودم یه مارکت میرم مثلا حالا میپرسن چه خبر، یه ما نرم کجا بودی تو؟ نبودی یه ما، دلمون تنگ شده بود. آره بعد قبرس خیلی طبیعت مثلا بکری داره، خیلی خب تمیزتره از استانبول. استانبول مثلا اولا خیلی شلوغه. ببین استانبول مثلا دیگه چه میدونم یه حالت اینجوری داره که دیگه همش ترافیک و شلوغی و چه میدونم هر جا میری. اینجا خب اون داستانو دیگه نسبت به بزرگیشون ترافیک شلوغی داره ولی خب بستگی به کاراکتر داره خیلی. ولی خب مثلا من خودم اونایی که تو شهرهای بزرگ زندگی کردن استانبول معمولا بیشتر میپسندن، ولی اونایی که اصلا تو شهر کوچیک بودن یا اصلا اینکه دنبال آرامش باشن خب واقعا قبرس میتونه. ولی خب قبرس پیشرفت آدم‌ها خیلی بهتره. میدونی چرا؟ چون تو استانبول انقدر کلا میذارن سر تو، انقدر تو میرسی بخوای یه کاری کنی، یه ملک مثلا میخوای تو استانبول بخری ببخش باید 100,000 مدل تحقیق کنی که یه وقت اینو یارو به خدا اساسی که سند نمیزنه به نامت میره، کلا هیچ کاری نمیتونی کنی علاوه مثلا قانونی و فلان. یا مثلا خیلی چی میگن قیمتا الکی بالاست، مثلا تو نمیتونی مثلا خارجی هم که ببینن دیگه تموم شد دیگه. آره این خیلی بده. من یه گوشی مثلا میخواستم بخرم، قیمت گوشی مثلا 27,000 لیر بود، خیلی شیک رفتم تو مغازه گفت 60,000 لیر. گفتم ببین من اینجا زندگی میکنم. بعد گفت اوکی 30K مثلا 30,000 لیر به من بیشتر گفت. فکر کن 2 برابر. یعنی ببین خودت یهو مثلا میشه گفت بدون برنامه‌ریزی به خاطر شرایطی که پیش اومد یهو مهاجرت کردی. وقتی اومدی خب حتما یه سری کم و کاستی رو تو احساس کردی که میگفتی ای کاش قبل از مهاجرتم مثلا این 5 تا کار انجام میدادم تا میشه داشتم بعدا میمونم که بتونم اینجا مثلا همه چیز برام اوکی تر باشه. چند تا چیزو میتونی مثلا اونایی که میخوام مهاجرت کنن بگی که اونا این تجربه رو دوباره تکرار خیلی نشه. سوالات سندیدم جواب میدن ولی من خیلی متفاوت میخوام جوابشو بدم، چون به نظرم اینایی که الان میگم خیلی مهمه. یکی اینکه چجوری با خودت وقت بگذرونی، اینو باید یاد بگیری. یعنی مثلا میگم خودت تنهایی با خودت چجوری خوش بگذرونی، چجوری بتونی مثلا مثال میگم حالا یکی چون بیشترین چیزی که منو اینجا اذیت کرد این بود که مثلا خب خیلی تو ایران شاید دوست و اینا داشتم و اومدم اینجا خیلی نمیتونستم و نباید این بشه که تو از سر تنهایی بخوای بری با خیلی از آدم‌ها مثلا ارتباط بگیری، چون خیلی بهت ضربه میزنن. نکته دومش این که روی تصمیمات هیجانیت کار کنی. من خودم خیلی روی موضوع اصلا بعدم مثلا تصمیمات، یعنی الان دارم بهتر میشم. یعنی چی؟ یعنی مثلا آقا فلان چیزو دیدی خوشت اومد، فکر کن که اگه اینو داری میخری برای چی داری میخری.
مثلا، یا چه میدونم اگه یه جایی مثلا دعوت میشی به این فکر کن که الان رو چه احساسی داری میری اونجا. تصمیمات هیجانی دیگه، یه سری چیزا بیشتر فکر کنی حتی درست تصمیم بگیری، یه سری چیزا رو قبول نکردن، صبور بودن. آفرین، صبور بودن رو تمرین کنی. یه چیز دیگه که اینوست کردن پول خیلی مهمه. یعنی مثلا میگم من اگه روزی که مهاجرت کردم اینوست کردن و سرمایه گذاری کردن پولم یا جمع کردن پول هرچی بلد بودم، الان خیلی شاید لحاظ حداقل آرامش بیشتری داشتم. میدونی من خیلی بی‌محابا پول خرج کردم و راهش هم اینه که پول نقد حتما هی نگه ندارید دستتون. چه میدونم اگه پول کوچیک داری چند بری طلا بخری، اگه میتونی جمع کنی خونه بخری، حتی قسطی این کارو بکن. یعنی خودتو بنداز توی اون مسئله چرخه که حداقل اون پول برات بمونه. آره. خرج الکی خورد نکنی. و یه مورد دیگه که آشپزی یاد بگیر. خیلی کمک میکنه به مغز و ذهن. شما از ایران بلد بودی؟ آره بلد بودم. خیلی کمک کرد آشپزی بهم. آشپزی خیلی به من کمک کرد. خونه تمیز کردن، حتی من خیلی خونه تمیز کردن رو دوست دارم. یه کاریه که شاید بگم هر روز من دوستام مسخره میکنم، میگن سارا یه میزو 40 بار تمیز میکنه، ولی من خیلی خوشم میاد از این کار و هیچ موقع هم نمیدم خونمو مثلا کسی بخواد، همیشه خودم انجام میدم. نمیتونم. خیلی ممنون، خیلی حرف قشنگی زدی واقعا. امیدوارم که به همه کمک کنی. خیلی ممنونم میسا، خیلی خوشحال شدم که شما رو داشتید. همچنین منم همینطور. و اینکه در آخرم چیزی بگم، ما اومدیم به نظر من به این زندگی که فقط تجربه کنیم. در نهایت چیزی نیست، هیچی نیستش. الکی هرس نخوریم. آفرین، هرس نخوریم، میگذره. قربونی شما. خداحافظ. میگن بود شبیهت ولی من که ندیدم. سلام، خیلی خوش اومدید به یه قسم. خوش اومدین به چی؟ من خدای صدای مال من خیلی گذشتم چه ساده به هر کی که رسیدم. پنجم بلد نیستم بابا. اینم بلد. آره دستش داره میره. همین الان الکل بریزیم زیرش، گر بگیره. آتیش داره کلا. آتیش داره ولی چوبش یه ذره کم نیست. تیم آتیش. اون اگه راست بوده بره. تو چرا رشتی گرم نزنی؟ چطوری؟ ببین چرا اردنگی منو یاد گرفتی رو همه داری اجرا میکنی؟ بوری رفالا نمیاری؟ نداره. بس مال دهه 9 میلادیه. قرن 9 و 10 میلادی. دهه کی چرا میگی دهه؟ هم خیلی دریاش خوشگله، هم بازش خیلی باحال. ای بابا. تخم مرغ رنگی بدم بهت. گوتمنده شاه گوتمنده آفتاب آب سنگینه تو میتمنده. یه دونه هستم میان تو مایک میزن اینجوری میکنن، بعد اسلایم میذارن. آره میخواید انجام بدی والا. وای خیلی بدید واقعا. اینجا اسمش چیه؟ ببین اینجا اسمش قلعه کانتارا، مال دهه 9 و 10 میلادیه. قرن 9. آره. ما به یکی دادم از خوب یه روزگار. تمام بچه برنامه رو بستیم به درست. چی شد؟ 1 2 3 چی شد ماجرا؟ چند سالت بود؟ وای بکشی هم بگو زحمت بکشی من بلده بابایی. تنگه میشه بمونیم شاید درست شد. شده سلطان من ماجرا کردی واقعا. مواد زده